آموزش شامی پوکو دارم که بسیار خوشمزه و ترده و مناسب افطاریاتونه. گوشت سردست گوسفندی مناسب این شامی است، ولی هر نوع گوشت دیگه ای هم میتونیم استفاده کنیم. لپه که 1 ساعت تو آب خیس خورده با کمی نمک، زعفران، سیب زمینی، تخم مرغ، پیاز و ادویه. پیاز رو میریزم داخل قابلمه. گوشت رو از اول اضافه میکنم. ادویه، فلفل، زردچوبه، مقداری هم روغن، همه رو از اول اضافه میکنیم. من داخل زودپز دارم گوشتمو درست میکنم، شما میتونید داخل قابلمه هم درست کنید. با حرارت خیلی کم من 1 ربع گوشت رو تفت میدم تا کاملا این پیازا آب میشه و بوی بعد گوشت رو میگیره. حرارت کم تقریبا الان 1 ربع گوشت رو تفت دادم با پیاز. الان توی این مرحله من آب جوشیده داغ میریزم به اندازه‌ای که روی گوشت رو بریزه، زیاد آب نریزید. در زودپز رو میبندم، میذارم 1 ساعت بمونه. وسطاش اگه دیدم آب کم داره از آب جوشیده 1 لیوان میریزم. لپه رو که خیس کرده بودم با نمک آبش رو دور ریختم، تقریبا 1 ساعت شدش، بیشتر نذارید. داخل قابلمه میریزیم، من اضافه های اینو بعدا میریزم. بعد داخل قابلمه آب به اندازه کافی میریزیم، ولی وسطش دیگه ما آب نمیتونیم بریزیم، میذاریم با همین آب پخته بشه. اول حرارتش رو متوسط رو به بالا میکنیم تا جوش بیاد، بعد حرارت رو کم میکنیم. وقتی لپه ما به جوش اومدش، اگه کفی داشت روش جمعش میکنیم، ولی وسط پخت دیگه اصلا آب نمیریزیم. در قابلمه رو میذاریم که با حرارت کم هم نه، با حرارت متوسط درش رو میذاریم که پخته بشه. بعد از 45 دقیقه من در زودپز رو باز کردم، آبش کمی کم شده. من به اندازه 1 لیوان آب دوباره میریزم، آب جوشیده داغ. دوباره درش رو میذارم دوباره 1 ساعت دیگه پخته بشه. توی این مرحله من سیب زمینی ها رو داخل لپه میذارم که با لپه پخته بشه، بعد خاموشش میکنم. گوشت پخته شده رو با سیب زمینی و لپه پخته شده رو داخل خردکن میریزیم و میکس میکنیم. 1 دونه تخم مرغ رو الان من میندازم داخلش، 1 دونه دیگر رو نگه میدارم. 1 ساعت تو یخچال که استراحت دادم، اگه دیدم سفت بودش تخم مرغ دوم رو میزنم. نمک و فلفلم کمی میریزم. یک کوچولو زعفران میریزیم که خوش رنگ تر بشه. همه رو ریختم مواد با هم دیگه و شروع میکنم به میکس کردن. الان زیر رو کردم، دیدم احتیاج به تخم مرغ دومم داره، پس تخم مرغ دومم داخلش میریزم چون خیلی موادم سفته. مقداری از مواد رو برمیدارم دیگه، بزرگی کوچیکیش دست خودتونه. کاملا ترکاشو میگیرم، کمی دستم هم آب میزنم، یا آب سرد جو کنار دستتون بذارید. کاملا اینو به این صورت گرد میکنیم و به این صورت نازک پهنش میکنیم که معمولا وسطش 1 دونه با انگشت سوراخ ایجاد میکنن که به این شکل میشه. اینو شامی رشتی هم میگن، شامی پوک میگن، که برای ماه رمضان معمولا تو گیران خیلی درست میکنن. خب این شامی بسیار خوشمزه است برای افطاریاتون. میتونید این شامی رو به مقدار زیاد درست کنید. هر روز نزدیک افطار چند تاشو بردارید، داغ داغ درست کنید، سرخ کنید. ببین موادش هم خیلی خوب شده. حرارت توی این موقعی که داریم شامی رو سرخ میکنیم کم نباید باشه، حرارت متوسط حتما بذاریم. بگذاریم که 1 دور ما مایتابه رو کامل پر کنیم، بذاریم سرخ بشه، بعدا همه رو جمع کنیم، بعد سری دیگر رو بذاریم. پوک ما آماده شد که بسیار خوشمزه و ترد هستش. امیدوارم که از این دستور خوشتون بیاد و درست کنید. ممنون از اینکه همراه من بودید.